با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم برادران عزیز، خواهران مهربان، کسایی که ویدیو را تماشا کرده هستین با دقت گوش کنین. این برای همه ما و شما خیلی و خیلی ضرور است، مهم است، زیرا این زمان ما چنین کارها را کرده هستیم نه که از کاری کرده احتمال بخبریم. این شما هستید، یعنی که ما هستیم. این خطایی آدمانی که در گرد و اطراف ما هست. البته خطای دیگران است و این خطای ما هست، خطای شما. این خطای دیگران. بینید که این زمان ما انسان ها یک حالت خیلی زشت داریم، یک حالت داریم که خیلی پست است. کارتو نکنم. خطای دیگران بر ما آینه نیاگان بریم نمایان است. خطای دیگران را ما میبینیم، اما از این خطای بزرگ خود بیخبر هستیم. البته این دریا، این خداوند متعال خطای ما را پنهان کرده است. این به طرز یک مثال عادی بر همه شما میرسانم که پیش از خطای دیگران را جستجو کردن اول خودمان را نظارت کنیم. آیا ما به عیب به نقصان هستیم؟ نه. در دنیا یگانه شخصی که به عیب و به کمبودی بود خداوند گناههای این دنیا را پورا بخشیدگی بود، این پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم بود. اما چرا امروز ما خطای دیگران را میبینیم اما از خطای بزرگ خود بخبریم؟ بله، این خطای بزرگ ما را خداوند پس پرده کرده است. خدای نکند اگر این خطای ما روشن شود، ما نه قدر و قیمت، نه حرمت احترام، نه دیگر آدمگر ما میماند. برای همین هر شخصیت را، هر خطایش را دیدید، او هم بنده هست، او هم خطاکار است. به خطا، به عیب تنها پروردگار است و خلاص. اما در این دنیای فانی هر یک ما خطا داریم. خطای دیگران اینقدر کوچک هستند و خطای خود اینقدر بزرگ. پیش از هر کار میکنین اول کمی اندیشه، بعد فکر، بعد گفتن. امیدوارم که ما را شما خوب فهمیدین، مقصد ما را فهمیدین. اول خطای خود را جبران کنیم، بعد به خطای دیگران نظر کنیم. اما خودمان 100% خطاهای زیاد، عیب و نقصانهای زیاد داریم. احتیاط باشیم که خوب است. با شما هستم ابو مدثر، شبکه کاروان عمر. پیش از خطای دیگران را جستجو کردن اول خودمان را نظارت کنیم. خوب میشود. خدا نگهبان. امیدوارم این موضوع بر شما معقول شد، هرچند که یک موضوع عادی هست اما برای انسان با عقل با فهم این خود نمایان است.